خدمت به وطن مادر رسالت فرزندی و قرض شهروندی میباشد. من برای ادای قرض فرزندی و شهروندی هم با خواهش خود برای خدمت کردن به سطح قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آمدم. امروز که در تاجیکستان آرامی پایدار است و شرایط خدمت در صف قواهای مسلح کشور خوب است، برای سرکشی از خدمت بهانه موجود بودن نمیتواند. از این رو از جوانان همسالان عزیز دعوت به عمل می‌آوریم که تا به خدمت مادر وطن آماده باشند. ما جوانان ضمن خدمت نه تنها جسماً آموخته می‌آوریم، بلکه خدمت در صف قواهای مسلح کشور هر یکی ما را درس جوانمردی، عائله‌داری، آدمگری می‌آموزد و به افکار و معرفت ما تأثیری مثبت می‌رساند. ما جوانان خدمت به وطن، مادر و قرض فرزندی و ایمانی وجدانی خود حسابیده در این مکتب بزرگ تربیت اراده، جسارت، شجاعت و مردانگی وطنداری را می‌آموزیم. شرف و اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان.